دوستای عزیز سلام. امروز ما در سر کوتل بادخانه هستیم. مربوطات یکی از ولسوالی‌های ولایت سمنگان و همچنان مرز بین یکاولنگ بامیان و ولسوالی‌های از سمنگان که در رسوف بالا می باشه. دوستای عزیز این هم ارتفاع کوتل بادخانه هست تا حدی که ما آمدیم. امروز کاروان طرف مسیر بامیان در حرکت است و همچنان موترهایی که زغال آورده از در رسوف همینطوری جریان داره. خیلی تعدادشان زیاد هست که موترهای خرد به سختی میتونه از بین این موترها عبور و مرور بکنه. چقدر مسافر داری؟ 6 نفر مسافر. چطور است؟ موترهای ریزه راه داره یا نداره طرف در رسوف؟ والله خیلی خرابه، مجبوریم دیگه میاییم. شما از مجبوری میایین مارین؟ خیلی خوب. کرایه در رسوف الی بامیان چنده؟ کرایهش 1500 افغانی. چطور است؟ یک چاره موتروانه میشه یا نمیشه؟ خوبه دیگه، دی پیره. خیلی خوب. بخیر برین. سلام برادر، خوب هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر است. اسم چیه برادر؟ احمد رضا. احمد رضا جان. احمد رضا جان از کجا هستی؟ از قریه پیتا ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان. خب احمد رضا جان خودت اینجا چیکار میکنی؟ چطور وضعیتت؟ خودت رضاکار هستی، یعنی برای رضای خدا کار میکنی یا که کسانی هست که تو رو حمایت بکنه پول بدی یا چیز دیگه؟ نه هیچ کسی نیست برادر. فقط ما یعنی خاص به خاطر خدا. این موترها این راه سرک خیلی خراب است. یعنی من بیادرها همه کلی زیاد میاد. راه را کار میکنه. بیا بعضی بندای خدا 10 روپیه 20 روپیه میده روز 200 300. برای ما حق میفته. روزانه چقدر کمک میکنه موتروانو برید؟ روز 300 3.5 ساعت همیشه میشه. 300 3.5 ساعت؟ ها. چطوره وضعیت زندگی خودت؟ حالا وضعیت زندگی شکر خوب است. مقبل نیست. خب این کوتلی چی نام داره؟ دومشتور. کوتل دومشتور. کوتل دومشتور مربوط کدام ولایت میشه؟ مربوط ولایت بامیان. خب مربوط کدام ولسوالی بامیان میشه؟ ولسوالی یکاولنگ لمبریک. ولسوالی یکاولنگ لمبریک. خیلی خوب. زندگی میگذرد ما غم میگذریم لحظه ها میمیرند ما فقط میگریم بین کشتی زمان همگی هم سفریم چقدر بیخبریم چقدر بیخبریم. دوستان عزیز این بود سفر ما بین سمنگان و ولایت بامیان. ما را دنبال کنید و از سفرهای دیگر ما لذت ببرید.